به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سپاس و سلام بینندگان و تماشابینان گرامی و همتنان ارجمند به برنامه بازچی گپ خوش آمدید. همراه من برادر باباجان قیومزاد هستند و انشاءالله مرور به اخبار و حوادث امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از گزارش سالانه فریدم هاوس، سازمان خانه آزادی. این سازمان گفته است که تاجیکستان در ردیف 10 کشوری بدترین در زمینه حقوق انسان می باشد. یعنی تاجیکستان در این جایگاه 10 گانه بدترین کشورها جای داده است و گفته است که تاجیکستان واقعا در این سال آزادی بیان خیلی بد بوده است. وضعیت این آزادی در اینجا آمده است که تاجیکستان حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان که از سال 1992 به این کشور رهبری میکند ناوی شد تا حزب مخالف نهضت اسلامی تمام کرسی‌هاش را در انتخابات پارلمانی از دست بدهد. بنا به این گزارش مقامات تاجیکستان بعد انتخاب سرکوب این حزب را در طول چندین ماه بعدی افزایش داده، رهبرانش را بازداشت کردند و این سازمان را که تنها گروه اسلامی قانونی در آسیای مرکزی بود کاملا ناتوان کردند. چه خیلی که میدونیم تاجیکستان در سالهای قبلی، مثلا در سالهای اگر یک نظری بینندگان ما بکنند به سالهای گزارش این سازمان در سالهای 2005 2002 اینها، تاجیکستان یعنی شرایطی بهتری را داشت و جایگاه بهتری را داشت، ولی همون قدر که بالا می رویم می بینیم که تاجیکستان روز به روز در زمینه آزادی بیان، در زمینه آزادی های حقوق شهروندان واقعا کمبودی های زیاد کرده ایستاده است و روز تا روز بدتر شده ایستاده است. بله واقعا هم ببینید شما وقتی که در یک سال حتی قانون های برای محدودیت آزادی صادر می شود و تصویب می شود، این معین میکند که در کشور ما واقعا وضع حقوق بشر در حالت بحرانی است و به جای اینکه یک حکومت وقتی که تثبیت شد ادامه راهش به سوی آزادی و به سوی مثلا یک دادن اختیارات بیشتر و فراهم آوردن شرایط اجتماعی بیشتر برای مردم باشد، ما شاهدی آن هستیم که تمام قانون هایی که در چند سال اخیر مخصوصا بعد از انتخابات 2010 و باز 2015 به طور بسیار شدید قانون ها هم در سمت محدودسازی آزادی ها و محدودسازی فعالیت احزاب سیاسی و دیگر اندیشان در عموم. بله، به همین خاطر واقعا این یک چیزی نو نیست برای ما و برای ما چیزی یعنی تعجب آور نیست که وقتی این خبرها رو میشنویم، چرا که ما واقعا از میدونیم که جامعه تاجیکستان امروز در چه حالت قرار دارد. وقتی که درباره تمام محدودیت ها سخن می رود، شما تصور کنید که به نام قانون هایی که امروز پیشوای ملت و دیگر صادر شدن، کدام اینها با آزادی بیان، با دموکراسی، با دنیویت سازگارند؟ طبیعی است همه اینها ضد تمام حقوق بشر و ضد حتی قانون اساسی کشور هستند، ولی بیشتری همینها باز هم امروز ادامه می‌یابند، عملی میشوند. و چون که دیدیم در گزارش های سالانه سازمان های دیگر، یعنی گزارش های گذشته این سازمان ها، واکنش تاجیکستان خیلی واضح هست که این گزارش ها بی‌طرف نیستند، مغرضانه هستند. آیا نظر شما چی است؟ ببینید در تاجیکستان هیچ وقت نه مثلا بهای سازمان های بین المللی به انتخابات ها را پذیرفتگی هستند، نه اون بهای اونها رو به واقعیت هایی که امروز در جامعه ما می رود. بله. تنها اونها بهای همون سازمان هایی رو میپذیرند که قبول میکنند که مثل همین خود این کشورها، یعنی این کشور به نفع کشور باشد، به نفع این حکومت داران باشد. مثلا شما تصور کنید از سال 2010 تا امروز ما کدام انتخابات رو شفاف داریم؟ آیا یگان سازمانی بین المللی غیر از اون سازمانایی که بازم تکرار میکنم حکومت های دیکتاتوری فقط میتوانند تایید کننده انتخابات های ما باشند در منطقه، دیگر هیچ وقت هیچ سازمان های این انتخابات ها رو تایید نکردند. معمولا همش رو رد کرده از حکومت.
یعنی معلوم است. ولی اگر ببینیم در حتی در خاور می‌بینیم که یک شورای اتحادیه اروپا یا چیزی مثل همین حتی از اون آوردن که گویا که امامعلی الرحمن رئیس جمهوری کشور را همچون اساسگذاری وحدت معرفی کردن و دیگر. یعنی در بعضی جا می‌بینیم که اونها میارند چیزی را از نامی همین سازمان ها. بله طبیعی است، هر کس در هر گوشه هر یک چیزی پیدا میکند میارد. برای مثال در اینجا در همین گزارش هم سازمان دیدبان حقوق بشر با وجودی که گفته است مثلا تمام آزادی ها محدود شده است، گفته است که در سمتی کم کردن خشونت عائلوی تاجیکستان موفقیت های داشته است. بله. میتوانند اینها فقط همین یک قسم را میگیرن برای به نفع خودشون تبلیغات میکنن. این دیگر معروف است در جامعه در همه جا. ولی واقعیت امر را باید نگاه کرد و این سازمان هایی که امروز این چیزها رو میدهند، این گزارش ها رو میدهند، واقعا این را درک میکنند، میفهمند، دیدند. مردم کشور هم امروز با جان و پوستش امروز احساس کرده ایستاده است، فشار، تهدید، همه اینها را واقعا دیده ایستاده است و به همین خاطر این نمیتوان یعنی اینها با دلیل و با اینها میارن، ولی مردم تاجیک خود شاهدی چنین کمبودی ها اینها هستند. چطوری گفتید دیدبان حقوق بشر هم از وضع آزادی بیان و فعالیت های سیاسی مخالفین خیلی نگرانی کرده است و گفته است که تعقیب و بازداشت مخالفان و منتقدان حکومت همچنان ادامه دارد. و در اینجا آورده است که منع ممنوعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همچون به عنوان سازمان تروریستی اعلام شدن او بازداشتی بیش از 200 نفر، این سازمان میگه 200 نفر از اعضا و طرفداران حزب نهضت، استردادی مخالفین و بازداشتی وکیلان دفاع و همچنین تعقیب و فشار بالای رسانه ها هم در این سال چی داشته است. میگوید که این نمونه های واضح هستند از نقض حقوق انسان در تاجیکستان. همچنین درباره محدود کردن آزادی های مذهبی مردم هم آورده است، آزادی های دینی که مردم حتی برای ریش داشتن اجازت ندارند و به اصطلاح وزارت کارهای داخلی به ترتیب در آورده می شود ریش هاشون و با حجاب حقوقی در جایهای جمعیتی و در مدرسه، مکتب و دانشگاه اینها کار کردن رو ندارند. خب معلوم است دیگر محدودیت ها دیگر مثل آب روشن است برای مردم و دلیل های دارن این سازمان ها که این گپ رو میزنند و بدون دلیل هیچ وقت یک سازمان بین المللی نمیتونه یک گزارش به جامعه پیشنهاد کنه. در این گزارش میبینیم که درباره شهرت قدرت وکیل دفاعی زید سعید صاحب کار موفق هم آوردن که اون بازداشت شده است و همچنین عمر قواتوف اون رهبر سازمان مخالف گروه 24 که در شهر استانبول در منطقه فاتح سوءقصد به جان او صورت گرفت و در پی آن جان خود را باخت و همچنین مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان که به تاجیکستان استرداد شد و همچنین شبنم خدای دادوه که در مرز دستگیر کردن توسط مقامات بلاروس. همچنین از صابر ولیوف معاون رئیس گروه 24 هم اینجا اشاره شده است و همچنین گفته است که محیدین کبیر رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از انتخابات برآمد و در پی این میگوید که بیش از حدود 200 نفر از اعضا بازداشت شدند و 20 ویدیو در اینترنت نشر شده است در این سال که گویا اعضای حزب نهضت اختیاراً از چی میبراید و دیگر همچنین بزرگمیاروف، نوردین محکم و فیلبر دادجان و همچنین که اونها اعلام کردند که وکیلان مدافع حزب نهضت میشوند و اونها رو بازداشت کردند. و درباره آزادی بیان در ژورنالیستان میگوید که امینجان گلمرزاده ژورنالیست رو با همچنین بازداشت کردن که این نمونه یعنی اول در این سال چی هست ولی در عموم زیاد هستن اونها ژورنالیستانی که بازداشت شدن. درباره آزادی بیان در مسئله ریش و حجاب و مسجدها و اینها میارد و میگوید که در این بخش گزارش از جمله از قاعده شدید ادای نماز، یعنی کی بخواند، در کجا بخواند،
زنها نخوانند، یعنی مسجد، پوشش لباس مذهبی، دسترسی به تعلیم مذهبی، واقعا هم تعلیم دین آموزه های دین اسلام خیلی محدود شده، حتی بدتر از زمان شوروی شده است. بستن مسجدها و بازداشت افراد با اتهام افراطگرایی مذهبی ذکر شده است. گزارش میگوید که حکومت تاجیکستان فعلا چند گروه صلح آمیز اسلامی و سازمان مسیحی، مثلا دیگر یک سازمان مسیحی رو چیکار کردن؟ منع کردن. در این گزارش همچنین از عمر باباجانوف که به خاطر ریش و بعضی اون رو شهیدی ریش هم مینامند که به خاطر ریش جان خود را از دست داد اشاره شده است. و در این گزارش میگوید که همچنین نامگذاری کودکان را محدود و پوشیدن حجاب در مؤسسات تعلیمی و در اومدن به اداره‌های دولتی بر ریش را منع میکند. یعنی میگوید که قاعده های جاری شده در تاجیکستان حتی در مسئله نامگذاری اطفال هم دخل میکنند. ببین دخالت کردن، مثلا نامی خود امام علی الرحمن مثال ها که دیگر رهبریتی که در چی هست، مثلا اونو رو اگر ببینیم اونها رو عربی زده و دیگر بگیم، پس کدام نام میموند؟ مثلا این فریدم هاوس هم چی گفته است و بدترین حالت گفته است و خانه آزادی گفته است که در ردیف بدترین کشور در جهان در زمینه حقوق انسان می باشد تاجیکستان. بله، همان رئیس باش. بله. خبر دیگر که هست، آزاده رحمان دختر رئیس جمهور کشور رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت امروز 27 ینور تعیین شده است. بله. با قراری پدرش رئیس جمهور کشور، این تا این وقت رئیس معاون اول رئیس وزیر خارجه تاجیکستان بود و اینک حالا چی شده است؟ قدم به قدم به سوی حکومت اویلوی. بله دیگه. بله، خود امام علی الرحمن رئیس جمهور است، پیشوای ملت است، اساسگذار صلح و وحدت است، درست است. بله. و رستم امام علی رئیس آژانسی هست، بله. درست است، عضو شورای کمیته یکی از شورای المپیکی آسیا هست. بله. رئیس فدراسیون تاجیک است، مؤسس تیم استقلال است. بله. دیگر از حسن اسدالله زاده که رئیس اوریون بانک و همچنین میگویند که تلکا هم به اون ربط دارد و دیگر خشتبار داماد جمیدم شدن. عجیب این است که BBC درباره این گفته است که امام علی الرحمن، خبرگزاری BBC قسمی روسی گفته است که سرفرزندترین رئیس جمهور در اتحاد شوروی سابق به حساب می رود. بله. خب شاید به فرزندان دیگر پرزیدنت ها در زیاد توجه نمیکنند، چون که دیگر پرزیدنت ها در شوروی سابق با اون صورتی که امروز در تاجیکستان ما وجود دارد، فرزندانشان رو به مقامات بگیم که به مقامات رهبری کشورشون پیشنهاد نکردند. اگرچه در مثلا در آذربایجان الهام علیوف بعد از حیدر علیوف آمده باشد هم، ولی در زمان خود حیدر علیوف مثلا الهام علیوف یگان چی خاصی نداشت. خاص نه، مثلا ببینید فقط یک الهام علیوف بود، نه اینکه مثلا تمام فرزنداش در آژانسی و نمیدونم این و همه مثلا مقام داشته باشند و این یک حکومتی بگیم خانوادگی تشکیل نکرده بودن هیچ کدامش. حتی مثلا شما اگر تصور در یاد داشته باشید قضیه داماد نورسلطان نظربایف چند وقت پیش و روزنامه ها آمده بود که اونم اگر فرزندانش می آورد به اینجا شاید به فرزندانش توجه میکردن، فرزندانی کم شاید نداشته باشن بعضی از اونها هم، یا مثلا اسلام کریموف که مشکلاتش با دخترش لاله در سرخط خبرها شده بود. ولی شما تصور کنید این مشکل در این است که وقتی که پرزیدنت رحمان می آید آزاده از وزارت خارجه به رئیس دستگاه می آید، حسن اسدالله زاده همچون بگیم خشت نزدیک به این میرد، دیگر مردم به این توجه میکنن، همه رسانه ها میخوان بدونن که در این ولایت همه به توجه میکنن که اگر با این فکر مطمئنا به این فکر BBC به این فکر افتاده است که فرزندان دیگرش رو در کدام وزارت ها خواهد گذاشت، به همین خاطر به فرزندان رحمان توجه کردن و این واقعا همین است مشکل و در آینده شاید ما هم شاهد باز
برنامه‌های دیگر باشیم و شاید آینده برنامه‌ای هم باشد که برای پیشوای ملت یک ولیعهد هم با وجود بیارند و جایگزین کنند. یک چیز دیگر اینجا یک به نام نظر از مسکو گفته است که سلام هموطنان، آزاده صاحب 5 فرزند، دیگر فرزندان پرزیدنت چند فرزند داشته باشند کی میداند؟ از این ما میتوانیم سلاله رحمان رو بر شماریم که چند عصر دوام میتواند داشته باشد. یعنی دیگر مردم تاجیک در فکر این هستند که وقتی که مثل که شما پیشتر گفتید وقتی که اینها میان پس فرزندان اونها، دامادهای اونها و خیشتبار پس یک سلاله خیلی کلانی تاجیکستان رو در سر قدرت تاجیکستان هستند. و دیگر گفته است که مبارک شود معلم عزیز، به شما موفقیت، بهترین خوشی‌های حیات نصیبتون باشد. به نام بله. یک نفر به نام بیکار از دستگاه نمیدونیم کدام دستگاه هست گفته است که با چی هم میتوان گفت خودش پرزیدنت، دخترش رهبر دستگاهش، پسرش رئیس اگنتی کروپسیا. قانون کروپسیا درباره خشتبار بازی کجاست؟ بله. وقتی که میگوید که اینقدر یک خانواده به منصب ها سمت های بلند تعیین میشوند، پس اون قانونی که منع میکند خشتبار بازی را اون کجا می باشد؟ به هر حال میریم خبر دیگر که باز یک سازمان دیگر به نام اینترنشنال ترانسپرنسی اینترنشنال، یعنی سازمان شفافیت بین المللی شفافیت، میگوید که تاجیکستان از بین 168 دولت 136م جای را گرفته است. یعنی بدترین کروپسیا در تاجیکستان عمیق ریشه دوانده است میگوید. بله، عمیق ریشه دوانده است و گفته است که در رده‌بندی اول انسانی در جای 136م قرار دارد. یعنی به این معنی که حدوداً 22م کشوری بدترین در زمینه فساد معرفی شده است. مشخص است دیگر. این وقتی که شما ببینید با مردم اگر شما یک اعتماد دهید، مردم با شما باور کنند، میآیند با شما همراهی میکنند و با فساد مبارزه میبرند. ولی وقتی که یک نفر میبیند که برای فساد یک کس اگر شکایت کند خودش متهم میشود، چگونه او بتواند باور کند؟ او با کی باور کند؟ ما از اول نگاه کنیم تمام امکانات. برای مثال یک چیز عادی، وقتی عمر باباجانوف در نزد چشم همگان، در نزد دوستان و رفیقانش کشته می شود از دست پلیس و قاتلان او هیچ مجازات نمی شوند، جوابگر نمی شوند، برعکس او متهم می شود به اینکه او مست بود، او خودش جنجال کرد، او به جویبار افتید. آیا این خودش یک ایجاد ناباوری در میان مردم نیست؟ مردم فردا به چی باور کنند؟ یک نوع تحقیر هم هست. تحقیر هم هست. وقتی که به اون میگن که اون مست بود، در حالی که پدر و مادرش و رفیقانش همش میدونند که اون اصلا اهل مشروب خوردن نبود. یک آدمی ملتزم به دین بود و هیچ وقت عرق نمیخورد که اونا بگین شما بگید مست بود و به جویبار افتاد. پس با این راه وقتی که شما مردم میبینند که یک چیزی که آشکار است، هیچ کس این باور نمیکند. پلیسی که این رو زده باعث مرگ شده است امروز مجازات نمی شود، بلکه دوباره خانواده اون تهدید می شوند، تحت فشار قرار می گیرند، مجبورشون میکنند که شما بگید که این عیب خودش بود یا اینکه ما دعوا نداریم، ما هیچی نمیگیم، ساکت می شود. چی فکر میکنید با ساکت شدن اینها اونها از شما راضی می شوند، از حکومت راضی می شوند؟ یا اینکه مردم دیگر جرأت میکند برای کروپسیا یا برای چیز دیگر شکایت کند؟ برعکس همه این باعث می شود که نفرت مردم بیشتر شود، کینه مردم نسبت مقامات بیشتر شود و این روز بروز خواهد کرد و سر شما را خواهد خورد. برای این بهتر این است که از این ظلم و این تجاوز و این چیزا دست بکشن این مقامات. بیاین اگر میخواهید واقعا شما یک بار بیایید نگاه کنید، اگر این سازمان ها دروغ میگویند، خب اگر این سازمان ها دروغ میگویند، اینها مغرض هستند، به اساس از گپ های اینها، شما بیایید یک بار بگردید در میان مردم، خودتون چشماتون رو نپوشید برای مشکلات رو بیاید ببینید، بیاید حل کنید، ببینید یک بار چقدر مردم به شما اعتماد دارد، با پلیس شما، با مقامات شما، با نمیدونم امنیت شما. کجا مردم اعتماد دارد؟
هیچ کس اعتماد هیچ کس به این مقامات و به این نهادهای شما نمانده است، ولی شما مجبور مردم کردید و این مجبوریت تا کجا ادامه میکند خدا خودش میدونه. این بود برنامه بازشگب. تا برنامه آتی، خدا حافظ و مددگار شما.